کار در برنامه جدول الکترونی مایکروسافت اکسل از فن تکنولوژی اینفورماسیونی است. همه شما خوب می‌دانید که اختصاصی موثر باید از اساسهای کار در برنامه موثر کامپیوتری خوب آگاه باشد. وقتی که شما با اساسهای کار در برنامه کامپیوتری موثر آگاه هستید و استفاده برده می‌توانید، این یک افضلیت شماست همچون متخصص در مؤسسه تشکیلات که فقط شما در آنها کار می‌کنید. خب برنامه مایکروسافت اکسل یکی از برنامه‌های پاکتی برنامه‌های افیسی است. خب این برنامه از طرف دو دانشجوی ایالات متحده آمریکا، یعنی که دانشجویان دن بریکلی با رفیقش باب فرانستون آماده کرده شده است. شما این رو خوب در خاطر گرفته باشید. اگر شما این رو استفاده بردنش نکنید برای شما عیب، چون که این رو دو دانشجو خودش اختراع کرده است. خب نقشه درسی ما چنین است. تعیینات برنامه مایکروسافت اکسل، عنصرهای رمزانه برنامه اکسل یعنی المنت‌های آن، تشکیل فرمول با عملهای ریاضی و فونکسی استانداردی در اکسل، سراغ مطلق هنگام تشکیل فرمول و حل مسائل نمونه‌ای. خب دوباره بر بند اول، نقشه اول تعیینات برنامه مایکروسافت اکسل. خود این برنامه برای چی خدمت می‌کند؟ این برنامه به مثل برنامه تحریرگری متنی که شما بیشتر استفاده می‌کنید مانند بوده. اینترفیسی یگانه دارند، یعنی که با هم مانند هستند. در لوحه بالا لوحه اسباب است، یعنی که لنت اسباب می‌نماند. در پایان میدان کاری است که از سطر و ستون‌ها عبارتند. هر یک سطر با رقم‌ها و ستون با حرف‌های لاتینی نامگذاری کرده شده‌اند. واحد مینیمالی نگهداری اخبار در این برنامه کتکچه‌های آن است. یعنی که در زبان انگلیسی آن را یچیکر می‌نامند. هر گروش هر یک سطر و ستون ببینید کتکچه‌ها موجودند و هر یک کتکچه سراغه خود را دارد. پس شما با نشانه این موشک از کتکچه را اگر انتخاب نماید در سطر فرمولا سراغه A1 پیدا می شود. یعنی که این نشان می‌دهد که الان کتکچه A1 شما چی است؟ فعال شدگی است. خب تمام عملها در همین کتکچه‌ها صورت می‌گیرند. شما در کتکچه‌ها فرمول‌ها را وارد می‌کنید، متن را، عددها و رسم و دیگر دیاگرام ها را هم گذاشتن ممکن است. اما تعیینات اساسی این برنامه برای حسابگیری است. این برنامه را با دیگر نام سوپر کالکولاتور هم می‌نامند. یعنی عمل اساسی که آن اجرا می‌کند حسابگیری، حساب‌آوری است. برای صاحب‌های گوناگون خواجگی خلق مملکت این برنامه پیش بینی شده است. مثلا اگر شما در نهایت فونکسی‌های آن وارد شوید می‌بینید که کاتگوری فونکسیون‌ها از چی‌ها عبارت هستند. یعنی که فینانسیوی، مالیوی، وقت و صنعت، data явления, ریاضی, математические, статистические номери, ссылки и массивы, کار با массив‌ها, کار با خزینه معلومات‌ها, کار با متن‌ها, عمل‌های منطقی و غیره. همه این گروه بندی شده‌ها برای عمل‌های مخصوص پیش بینی کرده شده است. خب اساساً برای اکسپرسیون فونکسی‌های مالیوی، آماری و متنی و منطقی خیلی زیاد استفاده می شود. خب عمل اساسی که در برنامه مایکروسافت اکسل اجرا کرده می شود این با طرز اتوماتیک گذاشتن چی است؟ اتوپورکنی، یعنی که با طرز اتوماتیک کتکچه رو شما پر کردن می‌خواهید. یعنی شما می‌خواهید که یک جدول داشته باشید و جدولتون با رقم‌های ترتیبی نامگذاری کرده شده باشند و عدد یک رو اینجا وارد می‌کنید و با طرز اتوماتیک بینید عدد یک در طرف راستی کتکچه جایگیر شد. یعنی که این برنامه برای ما نامش برنامه جدول الکترونی هست که و احساس می‌کنه که در داخل این کتکچه کدام نمودی متن عدد جایگیر است. یعنی که در اون چی جایگیر است. اگر عدد باشد آن رو به طرف راست جایگیر می‌کند. متن باشد در طرف چپ کتکچه. خب اینجا فرض کنید از اون حروف می‌نویسیم و ببینید اون در طرف چپ جای گرفته است. خب برای به طرز اتوماتیک پر کردن کتکچه‌ها یعنی که گذاشتن رقم ترتیبی کفایه هست که نشانه موش رو در گوشه راستی پایانی کتکچه گذارید و با پخش تکمه کنترل و تکمه چپ موشک آن را به پایان حرکت دهید. در این مورد ببینید در شکل موشک شما یعنی صلیب سیاهی باریک را گرفت و در این مورد کتکچه‌ها به طرز اتوماتیک پر کرده میشوند. همچنین شما میتونید از روی پروگرس کتکچه را پر کنید. فرض کردید عددی یک را وارد میکنید و از گوشه پرکنی گفتیم که کتکچه فعال از گوشه پرکنی
دیگر فунქცია که اکسل با طرز اتوماتیک رو احساس میکند و میبیند و اجرا میکند این شناخت متن است. مثلا شما در کتابچه‌تون شهر زیبای آن رو می‌نویسید دوشنبه. خب اگر شما کتابچه دیگر و از حرف د آغاز کردن نام یکون شهر دیگر رو نوشتن می‌شود ببینید باز از نوشت د خود دوشنبه و طرز اتوماتیک پیدا می‌شود و قسم باقی مانده آن او شنبه با رنگ دیگر قید شده است. یعنی من میگوید که شاید شما همین متن رو وارد کردین هستید. شما میگویید و متن دیگر رو وارد میکنید. یعنی احساس میکند که در داخل همین کتابچه شاید طلبات شما چی شود؟ خوانده شود. خب مثلا باز یک دیگر بنویسیم. ببینید اینجا دو واریانت هست. از دو تا هیچ رو انتخاب نمیکنم. وقتی که ما آ رو انتخاب کردیم ببینید باید باز درواز پیشنهاد میکنه. چون که این واریانت با ما بود. ما می‌نویسیم در بند. خب آن همین خیلی جدول الکترونیک اکسل احساس میکند و به ما کمک کردن میخواهد که چی طرز ما زودتر متن رو وارد کنیم. یعنی که این اینتلکت صنعی رو با خود دارد و از همین خصوصیتش آن رو برنامه جدول الکترونیک اکسل مینامند. خب ما با شما یادآور شده بودیم که عملهایی که با این اجرا میکنند عملهای چی هم ریاضی هستند. یعنی که این برای حساب‌کنی ها پیش بینی شده است. چی طرز حساب‌کنی اجرا کرده می‌شود؟ توسط فرمول‌ها. وقتی که شما در اکسل وارد می‌شوید یا اون چیزی رو حساب کردن می‌خواهید از فرمول‌ها استفاده بکنید. یعنی که شما اگر خواهید که ریشه یگان کواردراتی یگان عدد رو حساب کنید فунکسی‌های داخلی اکسل هست. آنها را فунکسیون استانداردی اکسل می‌نامند. این فунکسی‌ها خودی یک و مثل برنامه‌های خود داخلی همین هستند که هنگامی آنها را دعوت کردن آنها با کار آغاز می‌کنند. خب مثلا پس از پخش علامتی برابر کامپیوتر برای یعنی که همین اکسل برای اجرای فرمول شما آمادگیش می‌بیند. خب فاند می‌نویسید 125 در درجه یک تقسیم سه. ببینید از ریشه کوبی عدد رو برآوردنش همین خیلی است و با پخش تلمه و همون علامت انتخاب هست رو گالش کرد. این عدد چی میشد؟ حساب کرده میشه. یعنی که شما عدد درجه برداری رو آموختید. اگر خواهید که عدد 5 رو با کوب بردارید عیناً همینطور با پخش تلمه برابری عدد 5 رو نوشته علامت درجه در اکسل چنین است. ببینید در گوشه که راست عدد یک شبکه پیدا می شود مثل شیفتی بامبوی امروزه نام شما و دلخواه عددی که به شما لازم است وارد میکنید. یعنی که 5 رو با کدام عدد درجه برداشتن در کار و درجه 3 و با کلمه خب انتر از کلاویاتور یا اینکه نام علامت انتخاب نتیجه برآورده می شود. این عملهایی که شما خود آنها رو وارد میکنید. این فرمول رو خودتان میسازید. خب الان با درجه برداری رو دیدیم. خب الان عددهای جمع و طرح عالی رو هم دیده میبرید. فرض کنید علامت برابری رو میمونه 125 طرح 625. خب ببینید این یک عمل عادی است و با بخش تلمه انتر نتیجه رو با ما حاصل میکنه. یعنی باید درست حساب میکنه. یعنی کالکولاتور خوب است. خب اکنون فунکسیون‌هایی که در داخل خود اکسل هستند استفاده می‌کنیم. ما گفتیم که فунکسیون‌های دارد که باید برای برنامه‌های خود هستند در داخل همین پروگرام و هنگامی آنها را دعوت کردن آنها چیکار میکنن؟ کار خود را ثمرات اجرا میکنن. فرض کنید در همین کتابچه ما عدد 625 گذاشته شده است و ما می‌خواهیم که در یک کتابچه‌های دیگر ریشه کواردراتی ما پیدا شود. یعنی حساب کرده شود. بنابراین از فунکسیون استانداردی از وظیفه فунکسیون استانداردی ما رو همین فунکسیون رو دعوت میکنیم. برای دعوت کردن فунکسیون ها خب در اکران سطر بعد از لوحه اسباب ها تلمه fx یعنی این سطر فرمول نامش است موجود است.
یا این رو پخش میکنه که روزانه گذاشتن فونکسیون پیدا میشود یا اینکه از لوحه منیو فرمولی داره. اینا ببینید فرمولا ها در اینجا با کاتگوری ها گروه بندی کرده شده اند و از آن ما فونکسیون فرمولا های متماتیکی رو انتخاب میکنیم. در اینجا با روی خط اول فونکسیون با زبان انگلیسی یعنی سینوس و کوسینوس و ارکتانگل اینها دسته بین خطی هستند، اینها را ترجمه کردن نمیشود و سپس دیگر فونکسیون ها با زبان روسی است. سیستم عملیاتیتان اگر با زبان روسی باشد و برنامه آفیستان با زبان روسی باشد این فونکسیون با روسی نشان داده میشود. اگر برنامه آفیسیتان با زبان انگلیسی باشد این فونکسیون با زبان انگلیسی پیشنهاد میشود. خب ما در اینجا می‌بینیم یک فونکسیون هست با نام کورن. این عیناً همون ریشه کوادراتیه که ما در متماتیک استفاده می‌کنیم. خب و آن رو ما چیکار می‌کنیم؟ انتخاب می‌کنیم. ببینید پس از انتخاب همین فونکسیون کورن در اکران در مرکز اکران روزانه گذاشتن آرگومنتی آن پیدا می‌شود. یعنی آرگومنتی همین فونکسیون یک عدد است. انا کو با صفتی همه عدد ما چی را انتخاب میکنیم؟ سراغه کتکچه‌ای که در اونجا عدد وجود دارد. و این دقت اهمیتیه. خوب دقت دید بچه‌ها. شما میتونید اینجا با عدد رو نویسید یا اینکه سراغه کتکچه را وارد کنید. وقتی که شما سراغه کتکچه را انتخاب میکنید آن را میتونید از کلاویاتور وارد کنید یا اینکه با انتخاب نشانه موشک آن سراغه در دورین آرگومنت جایگیر کرده میشود. نگاه کنید. ببینید ما در همین آرگومنت فونکسیون ببینید ریشه کارن و در اینجا یک میدان خالی هست چیسلا ایستاده است. یعنی میگه که شما عدد وارد کنید. ما سراغه کتکچه عدد رو وارد میکنیم. انا این کتکچه i1 بودگی عدد ببینید وقتی این رو ما انتخاب کردیم سراغش در اکران گذاشته شد. یعنی که این فونکسیون نگرانده میشه به همون کتکچه و حسابکنی انجام میفته در کتکچه‌ای که فرمولا نوشته شده نتیجهش پیدا میشود. و با پخش تلمه انتر و نتیجه رو ما چیکار کردیم؟ حاصل نمودیم. خوبی استفاده سراغه کتکچه ها در فرمولا در چیست؟ نگاه کنید. اینجا ما عدد رو اکنون 625 نیو 25 میگیرم و با پخش تلمه انتر چی شد؟ نتیجه از 9 حساب کرده شد. یعنی برنامه الکترونی است، جدول الکترونی است، احساس میکند که در سراغه سرچشمه تغییرات وارد شد و باید در قبول کننده تغییرات کرده شود. و فهمو هستم شما سراغتون نوعی شاه منصور بود من مکتوبایم رو به همون سراغه نفرستادم به عنوان پدر و مادرتون. اکنون شما به نوعی فردوسی رفته میباید مکتوبهای ما دایر به اعتراض و شکایت و عرض و درخواستمون به والدین و نوعی فردوسی فرستاده میشود. فهمو است. عیناً همین در اکسل است. ما ببینید این سراغه کتکچه رو اگر شما انتخاب دیدید و دیگر جا مانم وقتی که نشانه موش رو در سرحد کتکچه فعال میگذاره و شکلش به تیرچه 4 سمته تبدیل می‌یابد. این معنی را دارد که همین کتکچه رو گرفته به این جا لغزانیدن ممکن است. ما ببینید ما گرفتیم از I1 و G1 بردیم اما نتیجه چی است؟ به تغییر. چون که شما وقتی که سراغتون رو بیمز بدید به من خبر دادید که سراغه من دیگر شاه منصور نیست فردوسی است. عیناً همین که در اکسل است. اینجا با وابستگی بین عدد سرچشمه نتیجه جای دارد. خب عیناً نتیجه رو هم میتونید ما ببینیم کتکچه سراغش از I1 و G1 تغییر یافته. چون که بین هر اینا چی است؟ وابستگی هست، همبستگی وجود دارد. خب نتیجه رو هم میتونید بدیل خارجای انتقال بدهید. این پهلوی هم میگذاره. فهم شد؟ این طرز سراغه و در کتکچه گذاشتن فرمول. یعنی که در فرمول استفاده سراغه است. شما خیال نکنید که تنها یک سراغه کتکچه ها در فرمول استفاده می شود. فونکسیون های در اکسل وجود دارند که آنها از گروه کتکچه ها استفاده می برند. مثلا شما یک ماتریس سه چنکه دارید ولی متماتیک ولی میخونید. خب این ماتریستون از الیمنت های زیرین عبارت است. خب الیمنت های ماتریسه به نمونه 3 بر 3 نوشته می شوند. خودتون میدونید که ماتریسه این مجموعه عددهای به ترتیب درآورده شده ای که از m
شما پیشتر یا من کی پیشتر معین کننده هم ماتریس رو حساب میکند اصول دلخواه رو استفاده برید اصول جمع کنید طرح کنید کرامر وغیره خب من هم اصول خودم رو از اکسل ثمرناک استفاده میبرم و دعوت میکنم فونکسیه های متماتیکی رو از اینجا یک تا فونکسیا دارم نامش بینید کوتاه شده‌ای زبان روسی خطی M operate یعنی که با زبان توجیهی این رو ترجمه کنیم определитель матрицы خب معین کردن ماتریسه همین فونکسیا رو با چیکار کنیم دعوت میکنیم بینید در مرکز اکران آرگومنت فونکسیا رو میپرسد اکنون آرگومنت فونکسیا نه یک کترچه بلکه چند کترچه نشه در اینجا 9 تا است 3 و 3 9 کترچه است نه برای انتخاب این قدر کترچه ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا رو انتخاب میکنیم یعنی که ببینید چگونه انتخاب میشه از الیمنت I1 1 تا 3 چون که انتخاب میکنیم از سرحد بالایی تا پایین حرکتی چون میکنیم با خطهای پونکتیر قید کرده گیریم و ترمین اوکی رو پخش میکنیم نتیجه میرسی 67 پیدا شد کی حساب کرد دیده این نامش فونکسیه های نتیجه‌ای هستند یعنی فونکسیه های هستند که آرگومنت هایشان نه یک آدرس کترچه نه یک عدد بلکه یک چند تا عددها هستند خب اینا همین گونه فونکسیه ها باز فونکسیه هستند با مثل حساب کردن سومه عددها قیمت میانه عددها مود مدیان و غیره ها نشان دهنده های آماری هستند شما سالهای آینده فنی آمار اصولهای ریاضی در اقتصادیات اکونومتریک رو میخونید که به واسطه همین تجربه هایی که حالا میگیرد در همونجا استفاده خواهند شد این یک واسطه اسباب پولی داره میشد که شما اون علم ها رو به آسانی میآموزید خب ما داریم همین گونه پیداکاری عدد ها از دو آغاز شده که در چند تا عدد ها هستند خب مرحبا شما و من کمی کی از شما پیشتر سومه عدد ها رو حساب میکنند کمی جمع کنید چون سومه شما رو چند شده است؟ با 90 برابر است بینید من این دفعه از روی خط فونکسیه ها فعلا فونکسیه رو انتخاب نکردم بلکه چیکار کردم؟ فونکسیه استانداردی رو با دست از کلاویاتور نوشتم این کارش هم ممکن بود است وقتی که استفاده برنده با تجربه است دیگر از روی خط فونکسیه های زیاد آن رو کافته نمیگردد هم تو مینویسم من یک فونکسی دیگر رو باز نوشته اجرا میکنم خب مینویسم خب بینید اکسل چی دارد اینتلکت سنی دارد که به شما دو کمک کردن میخواهد من همینجا من SR نوشتم و در حال واریانت های امکان پذیری که همینجا هست و من در زیر متن وارد کرد یعنی که SR znač jestli سرید اطلانینی و غیره ها من وابسته به همین برای که خطا نکنم در نوشت یکی از آنها رو زود چیکار میکنم انتخاب میکنم که این چی است SR znač یعنی که کلمه کوتاه شده زبان روسی سرید نیست نه چینی و در آن ما قیمت های از 2 تا 13 را انتخاب میکنیم و با بخش جمله انتر حاصل نمودیم که از همه قیمت های داشته اما میانه اش چند بوده است؟ 7 بله قیمت میانه رو خودتون خوب میدونید از آن یعنی که در یک گروه 5 6 نفر تحصیل میکنن یکی 2 میگیره دیگری 3 دیگری 4 5 و بهای میانی آنها معین کرده میشد که چند است؟ سومه عددها تقسیم مقدارشون خب شما بخیر از این فونکسیه هایی که در اکسل هستن میتونید عیناً همون را خودتون چیکار کنید استفاده برید سازید لیکن این اختراع ویلسیپد دوم باره می شود مثلا چگونه است با دقت نگاه کنید در این پهلوی 90 من برابر میمانم و همین عددها را همش یک با هم چیکار میکنن جمع میکنن دیده طرز انتخاب ببینید و یک چیز با دقت نگاه کنید
دائر و فونکسیون اکسل فهمو شد فهمیده چطور میکنن برای چی بود است خوب انا اکنون با نقشه درس میگذاریم تعیینات اساسی برنامه اکسل رو ما چیکار کردیم آموختیم یعنی تعیینات اساسیش برآوردن حسابکنی ها است یک حسابکنی دیگر رو باز من همیشه نمایش میتونم با شما و دو نفر دو موجودات رو من مینویسم یکی رو مینویسم انسان دیگری رو مینویسم بله چی است آفرین حیوان اینا اگر اینها رو من مقایسه کنم این اینتלեկتش چی میگوید که اینها با هم برابر نیستند نه برابر میگذاریم آدم رو برابر کی میمونه حیوان میگذاریم یک فرمولا برابر این نشان دهنده بابت چی است مقایسه کردن شود و چی شد نتیجه بله انسان هیچگاه برابر حیوان نیست انسان برابر چی است برابر انسان است اگر اینجا با آدمی خود و با آدمی کلام مقایسه کنیم میگه همش درست فهمیده انا میگم فونکسیون مقایسه کنی دارم استینه و لاش نتی به شما پیشنهاد میکنم با ما خود دو عدد با هم مقایسه میکنم که هرچ برابرند لیکن باید لاش میتیاد یعنی که نگاه کنید 15 از 149 و 16 من اینجا رو همه ارگومنت رزگرش رو خورد میکنم اینجا چون 15 کنم این ببینید این چند بود 1549 اینش 15 حساب اگر ما اینها رو با هم مقایسه کنیم نگاه کنید فرمولا من نسخه برداری میکنم دیده چه فرم نسخه برداری کردن فهمیده از گوشه که خودکنی و سمت درکاری حرکت میده فرمولا ها رو اجرا میکنه در همون خطکچه ها خب چی شد لا شد اما هر دو عدد برابر اینجا فریبی نظر است برای چی اینجا با چند دیرمی دیگر نمیرسه 51 دیرمی دیگر نمیرسه اما وقتی که باید چی میکند یک لوخت میکند 16 میشود اینا رو منیسیم اگر 59 کنیم اگر 59 اینش 16 کنیم همین خیال باید چی نمیشود بله موافق نیست میگه که این 1559 هستی یک لوخت کرده شده است خب عنصرهای رمزنه برنامه اکسل چی است عنصرها این الیمنت هایی که در اکران میبینید منیو بند های منیو لوحه اسباب ها فرمولا ها همین کتکچه ها همشون عنصرهای برنامه هستند یعنی که همه اون چیزی که در ورق کاری اکسل میبینید عنصرهای برنامه اکسل هستند برای این رو آموختن خیلی وقت دور و دراز لازم است هر کدام این یک فونکسیون یک عمل یک کار رو انجام میدهند خب تشکیل فرمول با عملهای ریاضی با فونکسیون استانداردی ما این رو با شما نشان دادیم فونکسیون استانداردی چی است این برنامه محدود است که در داخل همین برنامه اکسل برنامه یک برنامه‌چه جایگیر است آن رو دعوت میکنیم آرگومنت چه میگذاریم اجرا میکنیم خب اکنون ما با سراغ مطلق با شما کار میکنیم ما سراغ نسبی رو فهموندیم بازیگر یعنی که اینجا عددهای 2 3 4 5 6 7 8 داده شدن و اینجا باز عددهای برعکس همین 12 بینید من تو عدد پیدرنامه گذاشتم اگر اون رو یک جای انتخاب کرده و طرز اتوماتیک چیکار کنم автопуртни رو این انجام دهم عینا عملی من رو باید تکرار میکنم یعنی که باید فهمیده ایستاده است که یعنی عددها کم شده رو میروند اینه میبینید خب این رو ما از نو با شما یک بار نمایش میدیم خب اینجا مینویسیم 2 در ضرب 3 انا همین عمل رو این هر دوشا در یک جایی انتخاب کنیم و خب خطکچه رو پر کنیم خب چی؟ همین پیدرکاری رو دوام میدیم خب در خطکچه دیگر همین این عددها رو با هم چیکار کردن در کار جمع یا طرح کردن در کار خب ننویسیم برابر خب عدد A1 جمع عدد B1 و دکمه انتر رو پخش میکنیم 15 میشه و وقتی این فرمول رو با پایان و درازی حرکت میدیم نسخه برداری میکنیم اتوماتیک هر یک عددی در پهلوی هم بوده رو با هم جمع کنه در خطکچه موافق جایگیر میکنه خب ما در فرمول میداریم
این فرموله ها رو ننوشته، تنها همون عمل نسخه برداری که کرده و خودش ایندکس های ای دو، بی دو، اسی دو همین ها رو گذاشت. یعنی اکسل با طرز اتوماتیک سراغ کتابچه ها رو هنگام فرموله رو نسخه برداری کردن عوض می‌نماید. این طرز گذاشتن سراغ ها میگن سراغ نسبی. اکنون میگذاریم و اصل مقصد سراغ مطلق. و ما مسئله گذاشته شده است که ما یک مقدار در مغازمون موضوع تکنیکی داریم و این موضوع رو با اسعار ملی البته میفروشیم. لیکن ما باید دانیم که با اسعار خارجی همین موضوع ما چی ارزش دارند. چون که اینها در استحصال خودمون نیستن، از خارج میاد و ما باید هر روز خودمون رو چیکار کنیم؟ تفتیش و نظارت کنترل کنیم. انا برای با اسعار خارجی همین رو ما گذراندن، یعنی کنورتاسیا تبدیل دادن، چیکار میکنیم؟ همین نرخ ها رو و کورس مبادله، یعنی که خود معادله $1 تقسیم میکنیم. همین خیلی است. حاضر من صحیح چند نمیدونم چند است، من 11,002 سومانی $1 رو ارزش دادم. این تمام شرطی است. اون نمیاد که معلم بانکی است نرخ دلار رو بلند کرده است. این یک مثال عادی. من اکنون چیکار کردن در کار؟ کاری کردن در کار که سراغه همین مبادله چی شود؟ مطلق کرده شود. یعنی که هنگام نسخه برداری تغییر نیابد. این رو چیکار میکنیم؟ خب فرموله رو مینویسیم. نرخ با اسعار ملی اینجا با فرموله نوشته میشود. نرخ با اسعار ملی رو از عدد اول انتخاب میکنیم، تقسیم می‌نماییم و کورسی مبادله $1 و دکمه انتر رو پخش میکنیم. چند دلار شد؟ ببینید 446,893 $. ببینید حتی علامت دلار رو هم میگذارد. اگر شما در فرمت کتابچه اون رو همین طرز انتخاب کرده باشه. خب اما فرمت کتابچه چه میشود؟ نه فرمت یک چیز می‌دهید از دیندزنی انگلیسی انتخاب شده است. شما میتونید این رو نمونید، یعنی نت بیاید و عدد عادی به علامت به وجودی چه پیدا میشه. یا بعد میفهمید که خودش این نرخ با اسعار خارجی است. انا اکنون نگاه کنید وقتی این فرموله رو ما با پهنا و تحت پایان نسخه برداری میکنیم و ما میگوید که بنا تقسیم کردن ممکن نیست. چرا؟ چون که در اینجا ها در زیر این اگر ما فرموله رو نمایش دهیم ببینید B3 تقسیم D3 B4 تقسیم D4 این کتابچه اینا خالی هم کتابچه خالی نام بوده است در اکسل. چی باید کرد که تمام همین نرخ‌های ما با یک کتابچه نسبت داده شود؟ همین رو سراغ مطلق بگیریم. برای اون که ما سراغ مطلق کنیم در فرموله تغییرات وارد میکنیم. کتابچه‌ای که باید مطلق کرده شود ببینید با رنگ سرخ قید شده است، آن رو با پخش دکمه F4 از کلاویاتور مطلق میکنیم. دکمه F4 سراغه را در فرموله مطلق میگرداند. قید کنید در خودتون. دکمه F4 سراغه را در فرموله مطلق میکنه. و اکنون این همین فرموله مطلق شده را به سمت پایان حرکت میدهیم و با آسانی میبینید که همه این مولمون ارزشان رو با اسعار خارجی چی شد؟ تبدیل داده شد. به آنکه ما در اینجا ها اسعار را کورسش هم نمی‌نویسیم. دیدید؟ فقط چیکار میکنید شما؟ دیدید که کورسی مبادله ارزان شدن می‌نویسید در تمام با طرز اتوماتیک همه اینها از نام حساب کرده میشن. یعنی که $1 شما اگر 10 سومانی شود یک بار می‌نویسید 1000 نمود نامگوی مونتون با طرز اتوماتیک کنورتاسیا میکنه. دیگر حاجت نیست که همه اینجا به یک تغییرات وارد کنید. این برای صرفه وقت است. خب بیان که من میفهمم که همین $1 و 1 سومانی برابر شود. ببینید این البته امیدوارکنی است. باید با همین چیز شما کوشش کنید. حالا الان این چیز از 10 سومانی زیادتر است. خب سراغ مطلق فهم شد؟ بسیار خوب. انا که یک مسئله چه عادیه داگیر و ترتیب دادن جدول ضرب با سراغ مطلق می‌کنم شما. خب چیکار می‌کنیم؟ عدد 1 رو در سطر و ستون تا 10 پر می‌کنیم. خب برای اینش رو همین طور. یعنی این
مطلق پورا هنگامی نسخه برداری کردن به طرف راست چپ بالا پایین مطلق است. اما اکنون نیم مطلقش در سطر تغییر می‌کنه، در ستون نه یا در ستون تغییر می‌کنه، در سطر نه. خب یک فرمولا رو وارد می‌کنیم. دو ضرب دو اینجا جمع ضرب می‌مونه و این ببینید عدد 4 پیدا شد. در فرمولا با بخش f4 نیم مطلق می‌کنیم. ببینید اینجا در سطر گذاشته شد، اینجا در ستون می‌گذاریم. و با بخش کلمه انتر فرمولا رو حاصل کردیم. خب با دقت نگاه کنید. ببینید چقدر دو طرف پیدا شدن. یعنی اینجا هم میشه ده. خب فرمولا همین گونه است. این فرمولا رو شما هیچگاه از خودی فراموش نکنید. و در یکی از این کتابچه ها آن را ما چی میگذاریم؟ همچون شرح کتابچه قید میکنیم. و اینجا نگاه کنید هست استایل پریمیچنیه. خب نام کامپیوتر پیدا میشه، آن رو میگیریم و جاش فرمولا رو میگذاریم و همین شرح همین کتابچه در اینجا گذاشته شد. خب میرسونه به دقت شنونده که از کدام فرمولا این عدد پیدا شد. خب شاگردان محترم وقتی برای مجرا کرده شده با آخر هستید برنامه اگزل یک بحری فکر ما است. حالا این از بحر خطره هست. این خط برای چیزی که شما باید الفبا رو دانید این همون است. حتی چندین حرفاش رو نگذاشته ما از الفبا. اگر در زبان تاجیکی دعوای پیش به 36 حرف بود، باز چندش است؟ 35. همگی دو حرفش رو ما گذاشتیم. اگزل خودش به شما می‌آموزونه. چه؟ نشانه این نشانه می‌گذاره در همینجا در زیر پیدا می‌شود متن یاری رسم. خب سوال باشد مرحمت و شما با درس آیندهتون در نشود. هر فکر و اندیشه داره و ما پیشنهاد کنید کورس آموزش اگزل برنامه است که مخصوص برای سوسیال همچون بال و پر ضرور است. و دقیقاً تشکر سلام باشه. تمام. میشه اگر رقم کتیم ادام بگویم برایسی. بله بچه جان. شما نه. برای رقم برایسی ادام بگویم. بله بچه جان. یک دانشجو. تو چی میخوایی بچه جان؟ یک نمونه که